تصور کنید یه پنیر کوچیک بتونه شما رو به بازیگوشی دعوت کنه. پنیر روزانه با کمپین جدیدش با عنوان مزه بازیگوشی روی بازیگوش مخاطب که عاشق لحظه‌های شیرین و ساده است رو هدف قرار داده. هدفش چی بود؟ ایجاد حس بازیگوشی و شادی توی زندگی روزمره که با یه تیر دو نشون زده. هم برند رو سرگرم کننده و خوشمزه معرفی کرده، هم با ایجاد ارتباط عاطفی مخاطب رو درگیر کرده. ولی چیزی که این کمپین رو متفاوت کرد این بود که بسته‌بندی مثلثی گاو چشمک زن و اشاره به یک استعداد درونی که باعث بازیگوشی مخاطب میشه و با تصویر کشیدن اون روی پنیرها و عناوین خاص روی هر قطعه پنیر این قضیه رو نشون داده. مثلا موزیک گوش که میتونه با شیطنت و بازیگوشی با موسیقی به لحظه‌های خودش و اطرافیانش مزه بده و مواردی از این قبیل. اینجوری برای مخاطب تجربه‌ای به یاد موندنی بازیگوشی ایجاد کرد که باعث تمایزش نسبت به رقبا شد. یعنی وقتی مخاطب بسته رو میبینه هم مزه پنیر رو یادآوری میکنه، هم حس سرگرمی و شخصیت برند رو. حالا درس برندینگ این کمپین چی بود؟ شخصیت برند، تمایز و ایجاد تجربه اجتماعی میتونه هم جایگاه برند رو تثبیت بکنه، هم مخاطب رو درگیر و وفادار. حالا نوبت شماست. مزه بازیگوشیتون رو تجربه کنید.